الکساندر چابویف سردار سابق منطقوی مؤسسه ریتوال و الکساندر بوچارنیکوف رئیس سازمان ورزشی و تشکیل زدوخورد بزرگ در سال 2016 متهم شوند. در این زدوخورد 3 مهاجر تاجیک کشته شدند و 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. بر علاوه 2 نفر 14 نفر دیگر در کرسی متهمان نشستند. 14 می سال 2016 در درآمدگاه مرکزی قبرستان خوانسکوی در مسکو زدوخورد دسته‌جمعی با استفاده از سلاح آتش فشان صورت گرفت که در آن 200 نفر و اکثرا مهاجران از آسیای مرکزی و قفقازی ها شرکت کردند. دادستانی طلب کرد که چابویف به مهلت 13 سال و بوچارنیکوف 10 سال به زندان نظام شدید و باقی مانده 14 نفر دیگر به مهلت‌های از 4 تا 12 سال به زندان محکوم شوند. به عقیده دادستانی چابویف و بوچارنیکوف برخوردی دسته‌جمعی را تشکیل کردند تا اینکه مهاجران تاجیک را از قبرستان خوانسکوی بیرون کنند. شاهدان گفتند که مأموریت قبرستان از مهاجران کاری تاجیک طلب می‌کرد از 50 تا 90% درآمدشان را به آنها بدهند. ماه دکبر سال گذشته یک دادگاه روسیه 5 مهاجر تاجیک را برای شرکت در این زنازنی به مدت 3 سالی از آزادی محروم کرد. آنها ماه اوگوست سال روان از زندان رها شدند، زیرا دادگاه مسکو مدت بازداشت آنها را به اینوبت گرفت.